به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه چهارم از تدریس شیمی عمومی 2 رو در خدمتتون هستیم. ابتدا تمرینی که جلسه قبل گفتیم رو توضیح میدیم خدمتتون، بعد میریم سراغ ادامه تدریس. از میان گروه‌های زیر اسید قوی‌تر را مشخص کنید، دلیل خود را توضیح دهید. اگه یادتون باشه جلسه قبل در مورد اکسی اسیدها صحبت کردیم. گفتیم ترکیباتی هستن که یه ضد دارن، یعنی یه اتم دارن که گروه OH بهش وصله. زمانی که ضد رو تغییر بدیم، خب توضیح دادیم کامل چطور اسیدیته تغییر میکنه. اما یه زمانی رو هم توضیح دادیم که ضد شما ثابت هست، اینجا نیتروژن هست، اما تعداد اکسیژن هایی که بهش متصل هستن متفاوتن. حالا اینکه اینا رو چطور مورد بررسی قرار میدیم اونم گفتیم خدمتتون. گفتیم برای اینکه راحت تر باشید شما بیاید و بار قراردادی رو اون طریقی که ما میگیم محاسبه کنید که لازم نباشه توی فرمول بذارید. گفتیم که خود OH کاملا خنثی‌ست، یعنی هیچ OH هیچ باری رو بر روی اتم مرکزی تحمیل نمیکنه. حالا اینجا دوباره یاد میدیم به شما که اکسیژن پیوند دوگانه وقتی داشته باشه با اتم مرکزی، اینم هیچ باری رو تحمیل نمیکنه، یعنی اینکه نه خودش باری داره نه اینکه به اتم مرکزی باری رو منتقل میکنه. بنابراین میتونیم بگیم اینجا اتم مرکزی ما هیچ باری نداره. اما اینجا رو نگاه کنید، اینجا OH دوباره داریم که این باری رو تحمیل نمیکنه، پیوند دوگانه اکسیژن هم همینطور، اما یه دونه اکسیژن یگانه داریم. اکسیژن پیوند یگانه وقتی داشته باشه با اتم مرکزی خودش بار منفی میگیره، درسته؟ بنابراین اتم مرکزی را هم بار مثبت میده. خب حالا کدومی که خاصیت اسیدیش بیشتره؟ این یکی. چرا؟ چون این یکی اتم مرکزیش بار قراردادیش صفره، اما یکی بار قراردادیش چیه؟ مثبته. پس گفتیم هرچه بار قراردادی روی اتم مرکزی مثبت تر باشه باعث میشه که خاصیت اسیدی ما افزایش پیدا کنه. برای مورد دوم هم اگه نگاه کنید، اینجا 2 تا گروه OH داریم، درسته؟ وقتی که ما 2 تا گروه OH داشته باشیم، 2 تایشون خنثان دیگه، درسته؟ چون هر دو خنثان هیچ باری خودشون ندارن، به اتم مرکزی هم باری رو وارد نمی‌کنن. اما این اکسیژنی که یه پیوند یگانه داره، اینجا بارش منفی هست، بنابراین یه دونه مثبت به اتم مرکزی میده. بنابراین کلا اتم مرکزی اینجا یه بار مثبت داره. حالا مورد اینوری رو نگاه کنید، دوباره 2 تا OH رو داره که کاری بهش نداریم. 2 تا گروه اکسیژنی داره که پیوند یگانه دارن، بنابراین این یکی بار منفی داره، اینم بار منفی داره. پس در کل که این بخواد خنثی بشه، اتم مرکزی شما 2 تا بار مثبت داره. بنابراین اگه بخوایم خاصیت اسیدیته این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، میگیم چون که این یکی اتم مرکزیش بار قراردادی مثبت بیشتری داره، خاصیت اسیدیش نسبت به اون یکی بیشتر. خب بریم سراغ تمرین بعد. تمرین بعدی گفته بودیم که ساختار لوئیس H2SeO4 و تلوریک اسید H6TeO6 را رسم کرده. بار قراردادی آن را تعیین کنید و مشخص کنید کدام اسید قوی تر است. خب نگاه کنید ساختار لوئیس رو حالا شما توی شیمی عمومی 1 هم فکر کنم تدریس کرده بودن، کرده باشن براتون مجدد، اما ممکنه حالا یادتون رفته باشه. باز من یه راه ساده تر بهتون میگم برای این قسمت ساختار لوئیس رو چطور رسم کنید. اینا همه ترکیبای اکسید اسید هستن که ما به شما میدیم، میخواید مقایسه کنید. لازم یعنی ساختار لوئیس رو اگه بیاید حالا به همون شکلی قبلا یاد گرفتید، خب خیلی راحت میتونید انجام بدید. اما اگه باز سختتون باشه میتونید به این روشی که من میگم انجام بدید. مثلا نگاه کنید این SE که میدونید اتم مرکزی هست، درسته؟ شما نگاه کنید چند تا اکسیژن دارید، شما به تعداد اکسیژن ها وصل کنید به اتم مرکزی، بعد به تعداد هیدروژن که دارید یکی یکی وصل کنید به این اکسیژن. الان ما 4 تا اکسیژن داریم، خب 4 تا رو کشیدیم. 2 تا هیدروژن داریم، یعنی 2 تا از این اکسیژن ها هیدروژن میگیرن. حالا فرق نمیکنه من سمت راست و سمت چپی رو هیدروژن دار کردم، شما میتونید بالا و پایینی اینور، هیچ فرق نمیکنه. 2 تا از اون 4 تا اکسیژنی که گذاشتید اطراف سلنیوم یا همون SE
شما هیدروژن دارش میکنین. پس الان اینجا 2 تا OH داریم که هیچ باری رو تحمیل نمیکنن، اما 2 تا اکسیژن هم داریم که پیوند یگانه با اتم مرکزی دارن. این 2 تا هم میتونن 2 تا بار مثبت بر روی اتم مرکزی اعمال کنن. پس اتم مرکزی ما اینجا چی داره؟ 2 بار مثبت داره. خب بریم اون یکی رو رسم کنیم. تلوریوم در وسط میشه. خب 6 تا اکسیژن، من 1 2 3 4 5، خب ببخشید من باید یکی دیگه هم رسم میکردم، عذرخواهی میکنم. یکی دیگه هم شما مثلا اینجا رسم کنید. 6 تا اکسیژن باید اطرافش باشه، من اشتباها 5 تا رسم کردم. خب 6 تا هم چی داره؟ هیدروژن. پس هر کدوم از اکسیژن‌ها یکی یه هیدروژن هم دارن. پس لطف کنید شما این قسمت یه OH دیگه اضافه کنید تا درست در بیاد. خب پس نگاه کنید تمام اکسیژن‌ها با هیدروژن پوشونده شده. خب وقت ما گفتیم هر OH ها هیچ باری رو اعمال نمی‌کنن، خودشون خنثان، بنابراین باری هم رو اتم مرکزی اعمال نمی‌کنن. پس اگه بخواید نگاه کنید ما هیچ اکسیژن تنهایی برای این مورد نداریم که بخواد باری رو تحمیل کنه. پس اصلا این تلوریوم هیچ بار قراردادی روش وجود نداره، صفر هست بار قراردادیش. خب حالا اگه بخوایم مشخص کنیم کدوم اسید قوی تره، خب مشخصه دیگه، سمت چپی اسیدش قوی تره. دلیلش هم این هست که بار قراردادی روی اتم مرکزی 2 بار مثبت هست، این یکی بار قراردادی نداره. خب بریم سراغ فصل 2. فصل اولتون فصل کوتاهی بود، تقریبا توی 3 جلسه تموم شد. فصل دوم رو ما شروع میکنیم. احتمالاً اگه حالا اینجوری که من برنامه ریزی کردم فکر کنم فصل 2 تون 6 جلسه بشه. حالا انشالله انتهای فصل دوم من ازتون امتحان میان ترم میگیرم، دیگه آمادگی داشته باشید. زمانی که حالا من گفتم که انشالله هفته‌ای سعی میکنم 2 تا تدریس داشته باشم که نه به شما فشار بیاد نه حالا زیاد اذیت بشید. پس من اگه بخواید حساب کتاب کنید این 6 جلسه حدوداً طول میکشه و دیگه خودتون متوجه میشید که انشالله تقریباً امتحان میان ترمتون چه موقع میفته. من سعی میکنم قبل از امتحان میان ترمتونم یه جلسه براتون رفع اشکال بذارم آنلاین که خیالم راحت باشه که حالا اگه اشکالی داشته باشید از من بپرسید اشکال این 2 فصل رو، و بعد انشالله ازتون امتحان میان ترم میگیرم. حالا اینکه چجور امتحان میان ترم میگیرم، حالا آنلاین هست یا به صورت حالا فیلم برگه میفرستم، بعدا براتون توضیح میدم چون هنوز سوالاتونم طرح نکردم. فقط گفتم در جریان باشید که اگه میخواین بخونید حداقل موقعیتش رو، زمانش رو بدونید حدودا چه موقع میفته براتون. خب فصل دوم برعکس فصل اول که بیشتر توضیحی بود و ما استدلال میکردیم تا میتونستیم جواب بدیم به حالا اون چیزایی که ما داریم، این بیشتر مسئله است. یعنی فصل 2 و فصل 3 شما بیشتر باید مسئله حل کنید. این نکته هم بگم خدمتون که اول فصل دوم رو اگه یاد بگیرید که من چطور مسئله حل میکنم دیگه هیچ مشکلی با مسئله حل کردن ندارید، چون این قوانینی که من اینجا دارم براتون میگم اول فصل دوم براتون میگم تا آخر فصل سوم شما نیاز دارید. پس فصل دوم ببینید نوشته تعادل یونی قسمت اول، یعنی فصل سوم دوباره میشه تعادل یونی قسمت دوم. همه این مباحث به هم مربوطن. پس لطف کنید حتما به خصوص این جلسه و جلسه آینده رو که ما مسائل رو حل میکنیم خوب گوش کنید که انشالله دیگه تو این 2 فصل ما اشکالی نداشته باشید. خب در مورد تعادل‌های یونی میخوایم صحبت کنیم. یه مفهومی به نام الکترولیت‌های قوی قبلا هم خوندید. ترکیباتی هستند که به طور کامل در آب یونیزه یا یونیده میشوند. یونیزه و یونیده فرقی با هم ندارن. بعض وقتا توی مسائلی که میخوایم به شما بدن یونیده به کار میبرن، بعض وقتا یونیزه یا یونیده یعنی به یون تبدیل شدن. مثلا HCl وقتی تو آب حل میشه H مثبت به اضافه Cl منفی. به این واکنش میگن مثلا HCl در آب یونیده شده، یعنی به یون تبدیل شده. خب پس الکترولیت‌های قوی ترکیباتی هستن که به طور کامل در آب یونیزه میشوند. یعنی اگه من HCl رو بریزم تو آب دیگه هیچی از HCl خودش باقی نمیمونه، همش تبدیل میشه به H مثبت و Cl منفی.
خب مثالم زدم مانند محلول CaCl2. کل نمک ها الکترولیت های قوی هستند. لطفا این نکاتی که بهتون میگم رو فراموش نکنید. من اگه بعداً یه نمک تو یه مسئله به شما دادم، بعد نپرسید این الکترولیت قویه یا ضعیفه، چون با هم خیلی متفاوت هستند. کلیه نمک ها الکترولیت های قوی هستند، مثل NaCl، مثل CaCl2 یا MgCl یا هر نمک دیگه‌ای که شما در نظرتون باشه. خب مانند محلول CaCl2 که در آب به طور کامل تفکیک شده و به یونهای Ci دوباره مثبت و Cl منفی تبدیل میشه. خب حالا این عددهایی که زیرش نوشتم یعنی چی؟ این نکته داره، خوب گوش کنید، برای محل مسائل خیلی به درتون میخوره. اینا چون الکترولیت های قوی هستن، دو نمونهشو من مثال زدم. فلششو اولا یک طرفه کشیدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کامل این HCl تبدیل میشه به یونهاش، یا CaCl2 کامل تبدیل میشه به یونهاش. اگه کامل تبدیل نمیشد، من مجبور بودم رفت و برگشتی براش فلش بکشم. پس این فلش خودش نشون دهنده اینه که اینا الکترولیت های قوی هستن. خب این اعداد یعنی چی؟ یعنی من براتون یه مثال زدم. اگه مثلا HCl 1/10 مولار من داشته باشم، غلظتش رو دارم میگم، وقتی که توی آب حل میشه کامل تبدیل میشه به یونهاش. یعنی چی تولید میکنه؟ 1/10 مولار H مثبت، 1/10 مولار Cl منفی. از خودش هم دیگه هیچی باقی نمیمونه، یعنی غلظت HCl میشه 0. درسته؟ پس چرا 1/10؟ این 1/10 خب نگاه کنید HCl از 2 تا تشکیل شده دیگه، 2 تا یون تشکیل شده. پس وقتی من 1/10 مولار از این داشته باشم، نصف میشه، تبدیل میشه به 1/10 مولار H مثبت، 1/10 مولار Cl منفی. پس در الکترولیت های قوی همون مقداری که از HCl داریم به یون ها تبدیل میشن. درسته؟ خب این مثال هم نگاه کنید. باز اگه من 1/10 از این داشته باشم، 1/10 Ci دوبار مثبت میده، 2/10 Cl منفی میده. خب اینو چرا بهتون گفتم؟ میخوام بگم که این اعدادی که می نویسید به ضریب وابسته است. چون این ضریبش یکه، اینم یکه، اینم یکه، پس 3 تا عدد توی الکترولیت های قوی یکی میشه. اما اینجا رو نگاه کنید، ضریب این یکه، ضریب اینم یکه، پس اعدادشون شبیه به همن. اما چون ضریب این 2 هست، 2 برابر این هست، غلظتش هم 2 برابر اینها هست. درسته؟ خب زیاد این مورد بررسی قرار نمیگیره، اما من میخواستم دیدگاهتون باز بشه، چون توی فصل سوم از اینها هم داریم. اکثر مواردی که ما مورد بررسی قرار میدیم 1 به 1 هستن همشون، بنابراین عددها با هم دیگه یکسانن. اما این رو مثال زدم که متوجه باشید اگه ضریب من تغییر کنه، غلظت‌هام هم تغییر میکنه. خب برم مورد بعدی، در مورد الکترولیت های ضعیف. الکترولیت های ضعیف ترکیباتی هستند که به طور جزئی در آب یونیزه می شوند. بنابراین با ترکیب مولکولی خود در یک حالت تعادلی شرکت می کنند. خب الکترولیت های ضعیف خب چندین مورد داریم. حالا شما حفظم که نباشید، من مثلا واکنشش که براتون می نویسم حتما براتون فلش رفت و برگشت میذارم. اگرم نظرم بهتون میگم اینا جزء الکترولیت های ضعیف هستن. نمک ها رو که میدونید الکترولیت قویه، مثلا HCl، HBr، HI، اینا همه الکترولیت قویه، اما اکثرا حالا که مثال میزنیم و میخوایم ثابت تعادل توش به کار ببریم، الکترولیت های ضعیف هستن. حالا جلو که رفتیم متوجه میشیم و با این موارد هم آشنا میشیم. خب نگاه کنید، اینا دیگه چون الکترولیت ضعیف هستن، یعنی زمانی که توی آب حل میشند به یون تبدیل میشن، اما خیلی کم، یه مقداری از خودشون باقی میمونه. حالا بستگی داره چقدر ضعیف باشه، هر چقدر بیشتر ضعیف باشه کمتر به یون تبدیل میشه، بیشتر به صورت مولکولی باقی میمونه. حالا این مورد CH3COOH استیک اسید خب خیلی معروفه توی الکترولیت های ضعیف، چون زیاد معروفه و ازش سوال میاد، من اینجا هم اسمشو زیرش نوشتم هم با این شروع کردم. پس CH3COOH همون استیک اسیده که جزء الکترولیت های ضعیفه. خب من میتونم اینجا آب رو ننویسم دیگه، مثل همینا آب رو ننویسم و به همین صورت عمل کنم. اما چرا آب رو نوشتم الان میگم خدمتتون. من اگه آب نمی نوشتم می نوشتم CH3COOH میدهد H مثبت، این H ای که اینجاست H اسیدیه، اینجا باید می نوشتم H مثبت به اضافه CH3COO منفی، این آنیونش بود.
چون اینجا HCO مثبت نوشتم گفتم بهتره که آب رو داشته باشم که بگم این H مثبت با H2O شده HCO مثبت. میدونید که HCO مثبت با H مثبت هیچ تفاوتی نداره، فقط میگن چون H مثبت خیلی کوچیکه بهتر مولکولای آب اطرافش قرار میگیرن و معمولا به صورت H مثبت نیست، HCO مثبت، اما هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن. یعنی من تو واکنش اینو بنویسم موردی نیست، اگه H2O هم ننویسم و اینو بنویسم H مثبت CH3COO منفی بازم مشکلی نیست، که ما معمولا به شکل همون حالتی می‌نویسم که آب رو نمی‌نویسم، چون خیلی راحت‌تر میتونم کارمو انجام بدم. تو مسائل معمولا آب رو نمی‌نویسم، اینم بنویسم H مثبت معمولا. اما عمدن اینجا نوشتم که اگه تو کتاب یا جایی مراجعه کردید و دیدید دیگه مشکلی نداشته باشید. خب گفتیم که الکترولیت های ضعیف کامل به یون تبدیل نمیشن، بلکه مقدارش به یون تبدیل میشه، مقدارم به صورت مولکولی باقی میمونه. یعنی چی؟ یعنی اگه من 1/10 مولار از این استیک اسید داشته باشم توی آب حل کنم، X مقدارش به اندازه X مقدارش ازش کم میشه، تبدیل میشه به یون. بنابراین وقتی 1/10 منهای X میشه یعنی یه X مقدار X مانند تبدیل شده به یون. پس X تا HCO مثبت دارم، X تا هم CH3COO منفی دارم. حالا چرا دوباره شد X؟ یعنی همشون تقریبا یه حالت شدن، چون با ضریب این یکه، ضریب اینم یکه، ضریب اینم یکه، بنابراین از همش از این X مقدار کم میشه، به این X مقدار اضافه میشه، به اینم X مقدار اضافه میشه. پس اینو عمدن گفتم که همین الان آشنایی داشته باشید که خواستیم مسئله حل کنیم دیگه نگران نداشته باشیم. پس الکترولیت های قوی کامل تبدیل میشن، از خود اون ماده‌تون هیچی نمیمونه. اما توی الکترولیت های ضعیف چرا یه مقدار خیلی کم تبدیل میشه و مقدار زیادیش به صورت خود CH3COH یا مولکولی باقی میمونه. خب ثابت تعادل رو میخوایم توضیح بدیم. برای الکترولیت های ضعیف میتوان کا یا ثابت تعادل در نظر گرفت. نگاه کنید، من برای الکترولیت قوی این کار رو انجام نمیدم. الکترولیت قوی آخه همش داره تبدیل میشه، وقتی همش تبدیل میشه دیگه کا یا ثابت تعادل، اصلا تعادلی برقرار نیست توی اسیدهای، توی این قسمت الکترولیت های قوی تعادلی برقرار نیست، بنابراین ما ثابت تعادل نداریم. اما برای الکترولیت های ضعیف ما ثابت تعادل یا کا رو در نظر میگیریم. خب من دوباره همون ترکیب رو نوشتم براتون که توی صفحه قبل بود، گفتم که برای این ثابت تعادل بنویسم. خب ثابت تعادل نوشتم کای A یعنی اسید، یعنی برای اسید من دارم ثابت تعادل می نویسم. اگه برای باز ثابت تعادل می نوشتم، یعنی باز به اضافه H2O حالا هر چیزی تولید میکنه، می نوشتم کای B یعنی کای باز. اما چون الان دارم برای استیک اسید یا یه نوع اسید ثابت تعادل می نویسم، بنابراین نوشتم کای A برابر است. خب در نظر بگیرید اینجا محصولات ما چی هست؟ هر چی محصولاتمون هست به صورت ضرب اینجا می نویسیم، یعنی غلظت HCO مثبت در غلظت CH3COO منفی، یعنی یون هامون که سمت راستن رو در صورت می نویسیم. خب بعد این قسمتی که در واکنش دهنده ها هستن اینا رو در مخرج می نویسیم، CH3COH غلظتش در H2O. میدونی که H2O مقدارش ثابت هست، بنابراین من میتونم از H2O صرف نظر کنم. پس کای A من میشه غلظت CH3COO منفی در HCO مثبت یا H مثبت به روی CH3COOH. درسته؟ به خاطر همین به شما گفتم چه آب رو بنویسید چه آب رو ننویسید تأثیر روی تعادل شما نداره، چون توی ثابت تعادل توی فرمولش مقدار آبی که استفاده میشه برای این رقیق شدن مورد در نظر گرفته نمیشه، فقط یونها و مقدار اولیه اون اسیده. خب کای A واحد خاصی ندارد، بسته به واکنش واحد کای A ممکنه تغییر کنه. خب نگاه کن، این کای A یه واحدی نداره. چرا؟ چون معلوم نیست اینا ضریبشون چند باشه و من این رو چند بنویسم. کای A من وقتی که بهتون میگم به دست بیارید هیچ واحدی براش نذارید، چون مثلا اینجا الان این مول بر لیتره غلظت دیگه، اینم مول بر لیتر، اینم مول بر لیتر.
یه دونه از مول بر لیتر بر یه دونه از این مول بر لیتر میره، تنها چیزی که میمونه یه مول بر لیتره. پس اینجا ثابت تعادل واحدش میشه مول بر لیتر، درسته؟ اما ممکنه جاهای دیگه بسیار متفاوت باشه، مثلا این توان 2 داشته باشه، این توان 2 داشته باشه، این داشته باشه، فرقی نمیکنه، بستگی به ضریبشون داره. بنابراین ما نمیتونیم یک واحد خاص رو برای کای A در نظر بگیریم. پس شما نیازی نیست برای کای A واحدی رو برای ما بیان کنیم. خب بریم سراغ بقیه موارد. خب ثابت تعادل یه بحث بود که در موردش صحبت کردیم، چون توی حالا سوالات انشالله میاریم و در موردش بحث میکنیم. درجه تفکیک هم یه مورد دیگه است. درجه تفکیک آلفا برابر است با مول‌های تفکیک شده به کل مول‌ها. همون مول‌های تفکیک شده بود که مثلا توی قبلی بیان کردیم، HCO مثبت CH3COA منفی، یکی از اینا رو میذاریم به عنوان صورت آلفا. ببینید توی کای A من ضرب هر دو رو میذاشتم به روی مقدار اولیه یا مقداری که مونده. نگاه کنید به مقداری از این مونده توی کای A میذاشتم. اما توی فرمول این که معمولا حالا اشتباه میکنن دانشجوها، توی آلفا نوشتم مول‌های تفکیک شده، یکی از اون مول‌ها رو میذارم، یا HCO مثبت رو میذارم یا CH3COA منفی. خب دوتاش هم که یک عدد رو دارن، درسته؟ این منظورش اینه که توی صورت، اینجا توی صورت چقدر مول تفکیک شده. منظورش این نیست که چقدر حالا آنیون و کاتیون ایجاد شده مثل کای A که بیان هر دو رو در هم ضرب کنید. پس برای این قسمت من x رو میذارم، درسته؟ اگه یادتون باشه من اینو به عنوان x معرفی کردم، درسته؟ پس برای این x میذارم، اما برای ثابت تعادل میگم x ضرب در x، درسته؟ این الان x میشه غلظت این، x هم میشه غلظت این یکی. پس برای ثابت تعادل هر دو رو باید در هم ضرب کنم برای صورت، اما برای آلفا یکیش رو بذارم، یعنی x رو بذارم، برای من کافی هست. یعنی فرمولش اینه. به کل مول‌ها، کل مول‌ها هم که همون مخرجاشون یعنی شبیه به هم هستند. خب این درجه تفکیک. اگه گفتن درصد تفکیک، درصد تفکیک خب در 100 ضرب میشه، یعنی همون فرمول رو می‌نویسید در 100 ضرب می‌کنید. فقط دقت کنید درجه تفکیک یا درصد تفکیک به درصد یونش یا درجه یونش هم معروفه، درسته؟ پس ممکنه به جای این تفکیک یونش بذارن، درجه یونش، درصد یونش، درسته؟ پس حواستون باشه که اگه چیزی رو اینجوری بیان کردن توی مسائل بدونید که منظور همون درصد تفکیکه. خب بریم یه مسئله حل کنیم. محلول 1/10 مولار استیک اسید در 25 درجه سانتیگراد. خب نگاه کنید استیک اسید من 1/10 مولاره، درسته؟ یعنی این مورد باید 1/10 باشه. خب 1.34 درصد یونیده میشه. خب چون گفته درصد یعنی این چیه؟ درصد تفکیکه یا همون درصد یونشه. حالا گفته ثابت یونش استیک اسید چقدر است. خب نگاه کنین ثابت یونش یعنی همون ثابت تعادل، درسته؟ پس اگه به شما گفتن ثابت یونش، نگاه کنید درجه تفکیک و درصد تفکیک ممکنه درجه یونش و درصد یونش نامگذاری بشه. ثابت تعادل هم ممکنه بهش بگن ثابت یونش. پس شما به یونش دقت نکنید، به اولیش دقت کنید، به کلمه اولیش. درصد و درجه منظورش آلفاست، درسته؟ اگه اسم ثابت آورد منظورش کاه، درسته؟ پس ثابت یونش منظورش کای A، حالا چه برای اسید، برای بازم میشه کای B و به همین صورت. خب این کلمات آخه زیاد جابجا میشن، هم توی کتابای لاتین هم توی کتابای فارسی که میخونید. خاطر من از همه نوع میگم که بدونید واقعا کدوم هست. اسم ثابت یعنی همون کا. خب برگردیم به سوالمون. 1/10 مولار از این ترکیب استیک اسید داریم. میدونیم که استیک اسید هم جزء چی هستن؟ استیک اسید هم جزء همون اسیدهای ضعیف ما یا الکترولیت‌های ضعیف ما هستن که رفت و برگشتی هستن. خب حالا گفته ثابت یونش به دست، یعنی آلفا رو بهتون داده، غلظت استیک اسید خودش هم داده، میگه ثابت یونش به دست بیارید. خب من فرمول آلفا، درصد آلفا رو میذارم برابر است با مول‌های تفکیک شده به کل مول‌ها ضرب درصد. خب شما نگاه کنید، این خوب دقت کنید. اگه 1.34 درصد رو اینجا نوشید دیگه این صد رو نذارید. دوباره میگم
اگه 1/34 صدم اینجا گذاشتید جای آلفا، دیگه این صده رو لازم نیست بذارید. اما اگه نوشتید 1/34 برابر است با، اینجا حتما باید صده رو بذارید. پس برای اینکه کارتون راحت تر باشه بهتره که همین کاری که من انجام دادم و انجام بدید. وقتی که آلفا درصد رو بهتون میدن، صدش رو دیگه همینجا بذارید، دیگه اینجا نذارید. چون اگه با اینجا هم بذارید بخواید حل کنید، دوباره مجبورید ببرید اون سر تساوی و اونم میاد تو مخرجش، هیچ فرقی نمیکنه. خب مول های تفکیک شده یعنی همون x، درسته؟ خب کل مول ها هم همین استیک اسیدی که میشه 1/10. پس من میتونم مول های تفکیک شده یا x رو به دست بیارم. x برابر است با 1/34 ضرب در 1/10 تقسیم بر 100 که میشه 1/34 ضرب در 10 به توان منفی 3. این میشه x من. اگه یادتون باشه x من کجاها x بود؟ این x بود، اینم x بود، اون این چی بود؟ این مقدار اولیه منهای x بود. تو همون اسلاید اولی که برای فصل دوم نشون دادم گفتم مثلا اگه این 1/10 باشه میشه 1/10 منهای x، این میشه x، این هم میشه x. خب پس برای این دوتا مقدارش رو میذارم همون xی که به دست آوردم، 1/34 ضرب در 10 به توان منفی 3، اینم همینطور 1/34 ضرب در 10 به توان منفی 3. این میشه چی؟ نگاش میکنم اولش چند بوده؟ 1/10 بوده، پس اول 1/10 بوده منهای این x میکنمش، پس میشه 1/10 منهای 1/34 ضرب در 10 به توان منفی 3. اینجا نوشتمش. پس غلظت اسید باقی مونده من میشه 1/10 منهای 1/34 ضرب در 10 به توان منفی 3 یا همون x هم. جوابش این به دست میاد، پس میذارم اینجا. پس الان من برای هر سه جوابو به دست آوردم، درسته؟ پس با کمک آلفا تونستم x رو به دست بیارم. وقتی x هم به دست اومد اینا خیلی راحت به دست اومد. حالا ثابت یونش یا کای A من چی میشه؟ گفتیم میشه غلظت این در غلظت این به روی این. همین کار رو انجام میدم، میشه 1/34 ضرب در 10 به توان منفی 3، دوباره ضرب در همون عدد خودش میکنم، تقسیم بر این مقدارش چنده همون رو میذارم. پس جواب نهایی من میشه 1/81 ضرب در 10 به توان منفی 5. یه نکته‌ای که حالا بهتره که بهتون بگم، معمولا دانشجو اینجا اشکال داره که من خیلی توضیح میدم در موردی که مسئله رو چجور حل کنیم، معمولا یاد میگیرن مسئله رو، اما زمانی که میخواید حساب کتاب بکنن، چون من نوشتم دیگه اونا حساب کتابی انجام نمیدن و جواب آخر رو حالا هرچی من نوشتم مینویسن. لطفاً حتما این حساب کتابا رو انجام بدین، چون من برای امتحان نهایی از شما جواب آخر رو میخوام، درسته؟ حالا اگه آنلاین بگیرم که حسن کلا فقط میشه کار شما جواب آخر جواب دادن، یعنی اگه شما یک قسمت از مسئله رو هم برید، خب اشتباه برید یا نتونید حتی کاملا درست برید، نتونید جواب آخر به دست بیارید، خب خیلی اذیت میشید. حالا من سعی میکنم نه جوابم ازتون بخوام حتما، که اگه تا یه قسمتی از جواب رفتید بتونم نمره بهتون بدم. اما کلا صحبتم این هست که حتما اینا رو انجام بدید، چون حالا بعضی وقتا شاید یادتون رفته باشه که اصلا اینا چجور انجام میشه، مثلا این در این ضرب میشه، بعد حالا یکی از پایه‌ها گذاشته میشه، توانا با هم جمع میشه، جمع جبری، اینا رو شاید فراموش کرده باشید. لطفاً حتما این کار رو انجام بدید. حالا این آسونه، مشکلی نیست، اما کلا محاسبات رو انجام بدید. ما جای جذر داریم، چیزای مختلفی داریم که خودتون برسید به جواب من، که اگه تو امتحان شبیه به این آوردم، حالا که منظورم سوالی شبیه به این سوال آوردم، دیگه شما انشالله مشکلی برای حل کردنش نداشته باشید. خب یه سوال میدم برای شما تو این قسمت، شما هم حل کنید که انشالله برای جلسه آینده حل کنیم براتون و شما با جواباتون چک کنید. به عنوان تمرین، پروپانوئیک اسید که یک اسید ضعیف تک پروتونی است. ببینید چون شما نمیشناسید خودش گفته اسید ضعیفه، درسته؟ یک اسید ضعیف تک پروتونی است و در محلول 25 صدم مولار، یعنی محلول کدوم اولیه خودش 25 صدم مولاره، به مقدار 72 صدم درصد، نه 72 درصد، 72 صدم درصد یونیده می شود. ثابت یونش این اسید چقدر است؟ خب یه نکته به شما بگم، وقتی یه اسید ناشناخته به شما معرفی کرد، خب خیلی سختتون بود که فرمولش رو بنویسید. نیازی نیست واقعا فرمولش رو بنویسید، مثلا استیک اسید خیلی دیگه معروفه که من گفتم فرمولش رو بلد باشید، اما شما اگه یه اسیدی خوش گفت تک پروتونی، یعنی یه هیدروژن داره، پس به جاش بنویسید HA، درسته؟ یعنی که اصلا لازم نیست پروپانوئیک اسید رو بدونید فرمولش چنده. HA رفت و برگشتی میکشید، چون گفته اسید ضعیف میدهد H مثبت به اضافه آی منفی، درسته؟ شما هیچ چیز خاصی لازم نداره، همین رو بنویسید
به عنوان واکنشتون میتونه دقیقاً جایگذاری کنید H مثبت چند میشه، A مثبت، یعنی دقیقاً همون کاری که من توی مسئله قبلی انجام دادم شما میتونید اینجا انجام بدید. پس برای امتحان هم نگران نباشید. اگه اسم اسیدی رو ما گفتیم، مثلا هر اسیدی رو گفتیم و براتون ناشناخته، مثلا لازم نیست حتما فرمول ساختاری درستش رو بنویسید، فرمول مولکولی درستش رو بنویسید. کافیه برای من چون اسیده و تک پروتئین HA بنویسید، میدهد H مثبت به اضافه A منفی، که از این ورم نگران نباشید. مهم برای من اینی که بتونید مسائل رو حل کنید و به جواب آخر برسید. خب برای امروز کافی هست. انشالله تمرین رو حل کنید و شما رو به خدا میسپارم تا جلسه آینده. خدا نگهدار.